جنگ جدید میان طرفداران آریانا سعید و غزال عنایت. دلیل این جنگ چی می باشد؟ آریانا سعید کجاست و چرا از پرده رسانه به دور است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال ما. غزال عنایت از جمله هنرمندان خوب کشور می باشد، ولی پر جنجال و سر صدا. این هنرمند همیشه در صفحات مجازی سر و صداهای بلند کرده و همه را رقیب خود می داند. این در حال بوده که اکنون غزال عنایت در چندین فن پیج خود به طور افتخارانه و متنهای خودخواهانه را برای علاقمندان آریانا سعید بیان کرد که آهنگ تو مرا نمیپسندی من بالای 1 میلیون بازدید داشته است. این در حالی است که آریانا سعید به طور نمایشی در سکوت مرگ خواهر خود است، اما در حقیقت شب‌ها را در میخانه ها با نامزد خود سپری می کند. این متنهای غزال عنایت با اسم خشم علاقمندان آریانا سعید شده است و همین موضوع جنگ میان طرفدار اردو هنرمند شده است. غزال عنایت 1 ماه قبل آهنگی را به بازار نشر کرد که در اصل آن آهنگ از نیاز موسینی بود و علاقمندانش به خاطر کاپی خوانی غزال را نقد کردند. آریانا سعید 40 روز قبل خواهر بزرگ خود امیده سعید را از دست داد و تا اکنون در سوگ مرگ خواهر خود نشسته است و کاملا از هنر موسیقی دوری کرده است. پیش از مرگ خواهر خود، آریانا سعید کنسرت‌های پرشور و هیجانی را برگزار کرد در چندین کشور جهان که عایدش بالای 1 میلیون دلار بود، اما کنسرت‌های غزال عنایت این جم جوش را نداشته است. حتی درآمد غزال عنایت نصف از کنسرت آریانا سعید را نداشته است. غزال کارهای هنری خود را به طور مخفیانه با نظیر خارا آغاز کرد و در آن زمان غزال کارمند کابل بانک بود و بعد از اینکه پولهای کابل بانک را دزدی کرد، غزال خود را با تمام خانواده به کانادا رساند. در آنجا در اولین سروده با قیس الفت ظاهر شد و چهره خود را برای علاقمندان خود نشان داد. اکنون غزال در ترکیه خانه زیبایی خریده است و همیشه در ترکیه زندگی می کند. به هر صورت دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را راجع به این موضوع در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.